برنامه اخباری آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ جمهوری چک تقدیم میکنیم. سلام بیننده عزیز، امروز 9 سپتامبر است. در برنامه این گزارش را داریم. امتیاز به خدمات زیر رهبری بیک صبور. حکومت تاجیکستان قریب 135 میلیون سامانی قرض دو شرکت مربوط به خدمات علاقه را بخشیده است. پهلوان تاجیک را به مسابقه در روسیه راه ندادند. او در فرودگاه سوچی وقتش را بیهوده نگذراند. در نظام نوی بهاگذاری تعلیم در تاجیکستان که مورد آزمایش قرار گرفته است، بهای 5 از 2 پیشطرف فرقی نخواهد داشت. 8 میشود خوبتر، 9 میشود عالی، 10 میشود اعلی. امروز در تاجیکستان از 33مین سالگرد استقلال تاجیکستان جشن میگیرند. تا 33 سال پیش تاجیکستان یک کشور عضو اتحاد شوروی یا SSSR بود و با پاش خوردن این اتحاد تاجیکستان استقلال دولتی اعلان کرد. حکومتداران تاجیکستان اعلان کردند که پس از 100 سالها تاجیکان دوباره صاحب دولت خود شدند و در مرکز دوشنبه هیکل اسماعیل سامانی را همچون اساسگذار دولت تاجیکان گذاشتند. دولتی که اسماعیل سامانی 1000 سال پیش اساس گذاشت، پهنایش بیشتر از حدود تاجیکستان امروز بوده است. یک محقق تاجیک در تحقیق خود مرز دولت سامانیان را دقیق تر کرده است. همکارانمان براد یوسفی و ارشاد سلیمانی با این عالم جوان هم صحبت شدند. این خریطه یا نقشه جغرافیایی دولت سامانیان است که در پشت مجسمه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه حکاکی شده است. تا 1 سال پیش اینجا خریطه دیگری بود که 30-40% حدود این دولت را فرا نمی گرفت. خریطه نو حاصل پژوهش علمی نیکروز سفرزاده، دانشمند جوان تاجیک است. اخبار خیلی زیادی از سرچشمه است که اشارت میکند که قلمرو دولت سامانیان خیلی گسترده تر از اون چیز که حاضر تصویر می شود. برای همین به من توصیه دادن که خوب موضوع جغرافیای تاریخی دولت سامانیان را برای تحقیق انتخاب کنم و با استفاده از این اخبار منابع همین نقشه کامل یا خود همین خریطه نوی دولت سامانیان که عملاً در همون قلمرو عرضی وجود کرده است در پی همین تحقیق تهیه بشود. پس از انجام پژوهش این دانشمند، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به حکومت شهر دوشنبه پیشنهاد می‌کند که بر اساس دستاوردهای نوی علمی نقشه مجمع اسماعیل سامانی را نو کنند. تاریخ‌نگار تاجیک نورعلی دولت میگوید در زمان شوروی به جغرافیای تاریخی خصوصا دولت‌های گذشته مردمان آسیای مرکزی چندان توجه نمی‌کردند. به قول او حالا که امکان پژوهش عمیق‌تری تاریخ ملی فراهم شده است، نمی‌توان این کار را بزرگنمایی تاریخی نامید. هر گپی که می‌بیاد سند دارد، استناد می‌آورد، مثلا سرچشمه‌های تاریخی رو می‌آورد. بحث علمی همیشه وجود داشته می‌تواند. مثلا امکان دارد که بعضی‌ها مثلا نظر خود را گویند یا راضی نباشند، اما من فکر می‌کنم که هر جانبی که اگر گپ می‌زند باید دلیل بیارد که مثلا علم به بحث نمی‌شود. دولت سامانیان در برابر برمکیان، طاهریان و صفاریان یکی از نخستین دولت‌ها از خانواده‌های محلی پس از 300 سالی حمله عرب‌ها در ماورانهر و خراسان بود که سال 819 میلادی تأسیس شد و تا سال 999 دوام کرد. بینندگان عزیز، در این باره اگر شما فکر و نظری دارید لطفاً به ما نویسید. حکومت تاجیکستان قریب 135 میلیون سامانی قرض دو شرکت زیرتابع خدمات علاقه را از انداز بخشیده است. خدمات علاقه را بیک صبور قدای پرزیدنت امامعلی رحمان رهبری میکند. برخی کارمندان ساحه علاقه میگویند چنین امتیازها باید برای همه باشد، نه تنها شرکت های بیک صبور. همکارم مولا رجب یوسفی این موضوع را آموخته در استودیو با ماست. مولا رجب سلام، لطفاً درباره این قرار حکومت برایمان تفصیلات دهید.
سلام مومن، سلام بینندگان عزیز. در قرار حکومت آمده است که 97.4 میلیون سومانی قرض تاجیک تلکام و 37.4 میلیون سومانی قرض مرکز الکترومگنیتی به اعتماد اعتراف گردیده از حساب برآورده شوند. این مبلغ هم مالیات و هم جریمه است که سالها باز جمع شده است. البته مقامات نگفتند که این قرض دقیقاً چند سال است که جمع شده است، ولی ما میدانیم که تا سال 2022 تنها شرکت تاجیک تلکام از انداز یا مالیات 67 میلیون سومانی قرضدار بود. در آن سال با قرار دیگری حکومت پرداخت این مبلغ را به تأخیر گذاشته بودند. حالا معلوم می شود که با وجود به قفا انداختن پرداخت این مبلغ، شرکت های زیرتابع خدمات علاقه این مبلغ را هنوز هم نسپاریدند و حکومت هم از بهر آن گذشت. مومن، نکته جالب این است که طبق اطلاع رسمی درآمد شرکت های زیرتابع خدمات علاقه در سال روان به طور چشمرس زیاد شده است. تاجیک تلکام، پشته تاجیک و دیگر ساختارهای خدمات علاقه در نیمه اول سال روان 124 میلیون سومانی درآمد گرفتند که نظر به همین دوره سال گذشته 35.5% زیاد بوده است. ولی این شرکت ها اندازی دولت را نسپاریدند و حکومت هم برایشان اخیراً سبکی داد. مولا رجب، مسئله دادن امتیاز و سبکی به شرکت ها سالهای اخیر انتقاد برخی ها را به میان آورده بود. نظرها به بخشیدن قرض های شرکت های خدمات علاقه چیست؟ برخی کارمندان ساحه مخابرات گفتند که امتیازهای کلان حکومت به شرکت‌های دولتی رقابت را در بازار خلل‌دار می‌کند. کارمند یکی از شرکت‌های مخابراتی 9 سپتامبر با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت دیگر شرکت‌های مخابراتی خدمت رسانه و یا طرفه‌های خود را با نظرداشت انداز به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. این همصحبت ما گفت شرکت‌های خصوصی مالیات دولت را می‌دهند اما شرکت تاجیک تلکام نه و این حالت رقابت ناسالم را در بازار به میان می‌آورد. کارشناسان هم میگویند که دولت برای همه شرکت ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند و نباید شرکت های علاهیده از امتیازهای اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم بکنند. تشکر مولا رجب. خدمات علاقه را از سال 2011 به این طرف بیگ صبور رهبری میکند. این منصبدار را برای گرانی نرخ اینترنت، پس شدن صفت علاقه و خانه فروشی تنقید میکنند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. یک پهلوانی تاجیک را که قرار بود در مسابقه بین المللی اشتراک کند از روسیه بازپس گرداندند. او میگوید مدت 3 روز در فرودگاه سوچی همراه با چندی از مهاجران دیگری تاجیک در حالت ناگوار نگاه داشته شدند. رمضان جمعه روز 8 سپتامبر به وطن برگشت. همکارم شهلای گلخواجه که سرگذشت رمضان جمعه را در فرودگاه پیگیری کرده است، گزارش می‌دهد که او در همان وضعیت هم دلشکسته نبود و تمرینش را ادامه می‌داد. рамазон ҷумаевро ки қарор буд дар гран-при оид ба самбои ҷангӣ дар краснодари русия ширкат кунад ба ин кишвар роҳ надоданд. ӯ 3 рӯзи худро дар фурудгоҳи сочи гузаронида ба тоҷикистон бозпас фиристода шуд. ин варзишгари тоҷик қаҳрамони чандин мусобиқаи ҷудо ва самбои ҷангӣ дар тоҷикистон аст. ҳамчунин 3 маротиба дар қаҳрамониҳои краснодар оид ба самбои ҷангӣ пирӯзӣ ба даст овардааст. ӯ 4 соли охир дар Москав мезист ва 2 моҳи пеш барои иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба муҳорибаҳои омехта ба тоҷикистон омада буд. ба гуфтаи худаш эҳтимолан ҳангоми иқомат дар Русия кадом як қоидавайронкунии маъмурӣ боиси мамнӯъ шудани вурудаш ба ин кишвар гардидааст. рамазон ҷумаев дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт сабқати навбатӣ дар краснодар қарор буд аз 11 то 12 сентябр баргузор шавад. бо ҳадафи ширкат дар ин мусобиқа ӯ 5 сентябр аз тоҷикистон ба сочи парвоз кард, вале баъди тафтиш барояш гуфтанд ки ҳаққи вуруд ба русияро надорад ва аз ин кишвар ихроҷ карда мешавад. дар ҳоле ки ба гуфтаи мусоҳиби мо ӯ аз федератсияи самбои тоҷикистон ҳуҷҷат дошт, вале марзбонон ба ин санад ҳатто нигоҳ накарданд. خواب جای خوابمون هم خیلی سیتواسیمون هم خیلی در این مومنت خنکی در ایرپورت
به نقل رمضان در فرودگاه سوچی همراه او باز 12 مهاجر تاجیک بند مانده بودند. شرایط نگهداری آنها بد بوده است. با این وجود ورزشکار تاجیک حتی در تالار فرودگاه به تمرین خود ادامه میداد. رمضان جمعیف را همراه با 9 مهاجر تاجیک دیگر صبح بر وقت 8 سپتامبر به دوشنبه باز پس فرستادند. او میگوید وقت شناسنامه را به دستش سپردند در آن یگان مهر اخراج نبود. حالا او تصمیم دارد به تمرین خود در وطن ادامه بدهد. در عین زمان هفته گذشته به یک ورزشکار تاجیک دیگر پرواز از ترکیه برای شرکت در چمپیونات جهان عاید گوشتین طرزی یونانی و رومی را اجازت ندادند. سنت عبداللهیف میبایست به اسپانیا پرواز میکرد اما مدت چند روز در فرودگاه ترکیه نگاه داشته شد. بعد از حمله به تالار کروکوس در ماه مارس امسال بازداشت‌های به اساس مهاجران، شکنجه و اخراج از روسیه افزوده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه‌های زمینی روسیه درمانده. به اطلاع رسمی تنها در 6 ماه امسال 17,000 آنها از این کشور رانده شدند. در تاجیکستان تلاش دارند شیوه بهاگذاری به تحصیل خوانندگان را تغییر دهند. این تغییر بهای از 2 تا 5 که از زمان شوروی در تاجیکستان معمول بود از بین میبرد و به جای آن تا 10 به خواننده بها میگذارند. حالا بیشتر از 100 مکتب در تاجیکستان به چنین نظامی بهاگذاری گذاشته است و مسئولین باور دارند که این شیوه به صفت تعلیم و تربیت بیشتر تاثیرگذار است. اکثر ساکنان میگویند این تغییرات جزئی است و باید معاش آموزگار و شیوه تعلیم را تغییر داد. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند. وزارت معارف و علم تاجیکستان تصمیم دارد از نظام بهاگذاری 5 و 10 خاله گذرد. با اطلاع این نهاد فعلا در 140 مکتب تحصیلات میانه عمومی نظام 10 خاله را به طور آزمایشی جاری کردند. این همه چیز در دست معلم است، همه چیز در دست شما معرف است. اگر توجه نکنم باز نشود که همون 5 خاله برین شد. امام نظرов افزود فعلا در مکتب‌های تاجیکستان مخصوصاً معلمان بهاگذاری 5 خاله را به غیر واقعی تبدیل دادند که بهای گذاشته دانش اصلی طالب علم را ارزیابی نمی‌کند. ifade واژگی خالگذاری اعلی است، عالی است، خوبتر است، خوب است، همون چه در نظر دارید شما. فرضیم 7 خوب است، 6 قناعت بخش است، 5 کافی است، 4 کم است. در 3 نکفویا 2 پست، 1 پستر. 8 میشود خوبتر، 9 میشود عالی، 10 میشود اعلی. حالا وزارت معارف با جلب شریکان رشد از جمله یونسکو آموزش و شرح ماهیت نظام بهاگذاری 10 خاله را در مکتب‌ها ادامه می‌دهند. ولی نه همه آموزگاران از ماهیت این نظام آگاهی دارند و بیشتر به نظام بهاگذاری 5 خاله برتری می‌دهند. منم ریزوام 10 بالا بگذارم، نه که من نفهموندگی پورا کنم که به همش با طلبات هم آموزگار هم خواننده تیار بشه. والدان باور دارند که نظام فعلی بهاگذاری 5 خاله در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی مشکلی ندارد و دانش واقعی خوانندگان را ارزیابی می‌کند. من بدون ما یک نبیرم میخونم چقدر و کدوم چخیر میخونم که باوش میکنم باشون 5 سوسته هم 5 نرمه دکشید بعد با فتایزو کشم میشه پیرمرد مالی رفتن نداشت. حالا معلوم نیست که نظام بهاگذاری 10 خاله تا کجا ثمر می‌دهد. در وزارت معارف خوشبینند که آن در دیگر کشورهای خارجه نتیجه خوب داده است و در تاجیکستان هم می‌تواند به رشد ذهنی طالب علمان جلب بیشتر آنها به کارهای عملی مساعدت کند. گزارش به نظام نوی بهاگذاری در حالی است که سالهاست در مکتب‌های تاجیکستان مشکلی‌های دیگری به مانند کم بودن معاش آموزگار، ترک کار کردن آنها، جلب آموزگاران به کارهای دیگر، دخالت به کار مکتب و سطح و صفت تعلیم مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در تاجیکستان بیشتر از 4000 مکتب فعال است و در آن 2,280,000 خواننده تحصیل می‌کنند. خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را دیدید. خبر و گزارش‌های بیشتر را در سامانه آزادی .org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، شبکه ایکس و اینستاگرام و صفحه یوتیوب و تیک تاک رادیو آزادی پیدا کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما باد.